مهمون اوید نور اوید خوش آمدید مهمون جان. دوستان بهتر از شما مخلصان عزیزان شنوندگان گرامی قدری رادیو آسیا پلیوس با همه شما بار دیگر روز بخیر و شادی باشد میگم. این لحظه مهمونی عالی قدری ما از دل دیده ما که امروز با مهارت استعداد و هنری خود در دل دیده مخلصان زیاد جای گرفته است. دختر تاجیک است، زیبا تبسم میکند، عزیز دل دیده هاست. دلنوزه رحیمی هنرمند تئاتر و سینما با ماست. خوش آمدید میگم دلنوزه عزیز دل دیده رو و با کافکو به استقبال میگیریم ایزان. دلنوزه خان خوش آمدید به استودیو آسیا پلیوس. السلام علیکم، خوش باشید. از دیدارتون بسیار شاد هستیم. سلامت باشید. کیفیتش چطور است در این هوای گرم؟ میشد نقص عالی. بهترین. به فکرم بعد از چقدر رخصتی مهنتی باز برگشتید به تئاتر. بله. خب در کجا بودید؟ در دوشنبه. رخصتی پنجکین رفته بودم. بهترین. در خانه پدر مادر. بله. زیاد نفرها میگن که دلنوزه وقتی که میخنده تبسمش زیباست و دود برای رویش این خیلی عجایب شکل میگیرن. میگن سبب در چیست؟ پرسیدید از مادرتون؟ راستی گپ همه این خیلی نیده. همین سوال بسیار من میتونم که شما جراحی کردید یا اینکه این مادرزادی است. اگر شما اجازه دهید یک قصه خوبیه که درباره همین نمیدونم به تاجیکی چی میشود یامچکا میگویند به زبانی عامه فهم یک قصه هست نقل کنم. مرحبا. وقتی ما خردسال بودیم بسیار همسنفو غم میدادن برای همین یامچکای من وای وقت نمیفهمیدم برای که نمیدونستم. من همه نگاه میکردم که دیگران ندارم من دارم. با یک روز با یک پرتای خودم جنگ شدم که وای بچه بود همه وقت من غم میداد با گفت تو دادات مادر و پدرت نقض نمیبینن. برای انمی سبب توی تای پای اسب برده پرتفتگی اسب همینجای توی زیر کردگی برای انمی همینجای تو چقور میشد. ولی رب مادرت پرس آمدم. من از مادرم پرسیدم که ایا جون چی به هم خیلی میشه چی به از دیگر هم گریه کردم. این چیز ما به تاثیر کلان داشت. ما همه وقت خودم در آینه میدیدم نمیخندیدگی شدم. ما خندم و دیگه نمیخندیدم می اومدم. بعضا وقت بسیار خیلی پنهان میکردگی بودم دورای مکتب خانی خردسالی. بعد وقتی که کلان شدم مرا با همین یامچکا میشناسند و برای بسیاری ها پسند همین یامچکای من. بهترین. در حقیقت زیبنده زیبا و بسیاری ها شفاکران مخصوصا میگن که وقتی که همون کودک تولد شده است مخصوصا گویا که پخش کرده باشند اون دروش رو بعدا همین گونه نقش بسته. نه راستی گپ این اولادی است. پدری خدا رحمتی من داشتند، برادری من دارن، عمه من دارن. از این اولادی است. بابا و بیبی من هم داشتند. ما صورتاشو نمیبینیم دارن. بهترین. در حقیقت دائما همیشه پرتبسم باشید. ماست چرا اکتریسگی اویلای شما چگونه مناسبت کردن وقتی که من اکتریسه میشوم گفتید؟ راستی گپ این خواهشی خودم هم بود با یاری با دستگیری های پدرم است. من در چند برنامه خود گفته بودم که همین شب و سحر همین روز و سال همین زمانه خواندن یک دختر بچه در دوشنبه در جای ما در پنجکین کمک مشکل است. پدرها نمیمونند که دخترانشان بیایند صاحب کسب شوند و یا میخواهند به شوهر دهند. پدری من ایمینه مخصوصا برای همین کسب من راضی شدن. این باوری پدر بود. من خیلی که بسیار هنرمندان میگویند از کودکی بود در دل من این طور نیست. من همه وقت میگفتم که من آوازخوان میشوم از سببی که من 6 مقام میخوندم یک وقت دوتار مینواختم. میگفتم من آوازخوان میشم. وقتی که مرکز ملی تستی ما دیدیم اونجا باید انتخاب کنی باید چی باشی من دیدم صنعت اکتیاری. من رفتم پیش پدرم گفتم دادا من میخوام که اکتریس شوم. خندیدم گفتم پریتی زینتا میشی کی بایم چیکار داره. بعد گفتم ها من پریتی زینتا میشم. خندیدم گفتم چه خیلی که در خودت معقول که من باوری نداشتم که پدرم
мемонанд ки ман актриса خودشون صنعت رو دوست نداشتن бале мо амин амаки ман амакои ман оилаи мо бисёр шахсони зиндадил ҳастанд мо бисёр сароянда нестему мехонем ягон зодрӯз мешавад мо ҳама каса якҷо мешинему мехонем ҳама хел зиндадил ҳастанд برای پدر مادرتون چند فرزند هسته؟ چندم فرزند من برای پدر ما 3 نفر هستیم در اویله پدر و مادرم برادر 5 نفر اصلا فرزند و 3 نفر برادرم من و اپام من فرزند آخری کی زید بر اومد کی نه دلنوز اکتریسا نمیشمی مادرم نه زید این خیلی که شما گفتید این خیلی نه و مادرم فقط گفتن که نه من میخوام که تو دکتر باشی من نمیدونم چرا مادرها یا نمیدونم معلمه باید من باشم برای مادرم یا دکتر هم خیلی دکتری داتو میزه بعد نه من دکتر نمیشم من هنرمند میشم برای خودم هم خیلی اساسا باوری پدر با من بود دستگیری های پدرم بود و البته که باز با مهنت های استادای من قربانی صابر و نازیم ملیکوف اپای سارا صابر امروز چیزی که از طرف هنر از طرف اکتوری خوب است و در من میبینید این مهنت های استادای من است مهنت های نازیم ملیکوف است مهنت های قربانی صابر است مهنت های سارا صابر است که و یا برای آنکه من کمی هم باشد از دلنوزه یکم کورس و دلنوزه حاضر فرق کنم و کمی هم باشد یک زینه بالا رفته باشم همش مهنت های همونو است بهترین جوابهایتان عالی با من بسان آمد دنیا مانند تئاتر ما در اون همه اکتور هستیم آنهایی که اکتور نیستند پس اکتریسه هستند امروز اکتریسه از دل دیده ما با مهارت صاحب استعداد دلنوزه رحیمی مهمانی ما هستند دلنوزه خان بار دیگر خوش آمدید از دیدارتون بسیار خوشحال هستیم صحبت ما ادامه می‌یابد و بعداً فکر شما رو شنیدن می‌خواهم مثال درست هنر رو می‌بینیم زور با استعداد قرصک میزنند لیکن عموما در مجموع فکری عموما برای اکتریسه برای نفری هنرمند چه خیلی است شما رو دقت نمیکند بعضی فکرهای مردم و گرد اطرافتان البته سوال شما مرکب جوابش هم مرکب‌تر برای در تاجیکستان هنرمند بودن زن من در چندین برنامه هم گفتم که سخت است مشکل است برای باز یک دختری که اول شوهر ندارد بسیار سخت است من میگویم پیشکی که کسانی که میخوان هنرمند باشند خیلی دل و گرده با قوت در کار است راستیگه من فکرای مردم دقتم جلب نمیکند من زیق نمیشم برای فکرای مردم من برای خودم زندگی میکنم من باوری دارم که اگر من مهنت کنم خداوند میبیند خداوند برکتش میتید برای فکری مردم اگر فکری مردم کتی زندگی کنی باید عموما زندگی نکنی برای که مردم خیلی زندگی نکنی گپ میزنن برای همین دقتی من کمتر است به فکر و عقیده که می نویسن در اینستاگرام در که من فعال در اونجا بسیارتر فعال هستم من این خیلی چیزها رو اهمیت نمیدم با نگاتیو ها یعنی تنقید هایی که میکنند شما رو مخصوصا وابسته به رول هایتان و عموما در زندگی وقتی که من رفتار میکنید یعنی که اینقدر اعتبار نمیدید نه در اول زیق میشدید بله در اول زیق میشدم میگفتم چی با نمیفهمن که هنرمند بودن معنای هنرمند بودن یک زن معنای بی‌زیب ندارد نمیفهمن چی با بعد آیسته این خیلم کردم گپ میزنن این خیل گپ میزنن بعد گفتم خیر دنیای هر کس به اندازه عقلی اوست کسی که چه خیلی هست دنیا رو هم خیلی میبیند یک نفر نوشته است که از مخلصان شما با دلنوزه مهرم خیلی زیاد بود بعد یکی از نقش هایش که زنی که گویا که با دیگر مردها میگردد خیلی بد دیدم من با این مخلصم گفتنی هستم که
بعد نبینن این نقش است، تنها نقش است. دلنازه نمیتواند همه وقت زنی خوب باشد، در ویدیو رولیک ها دختری خوب باشد. اگر که وای کس من بد دیده باشن من خرسندتر میشم. معلوم است که من از عهده این نقش به خوبی برآمدم که اون کس باور کردین و من بد دیدین. من گفتنی که بعد نبینید مخلصی عزیز. من وقتی که از شما پرسیدم که دیالنازا شما اکتریسه گفتم معرفی کنم بلوگر، گفتم نه من عموما بلوگر نیستم، تنها و تنها اونها دعوت کردن بلوگرها، مثلا من صحنه اجرا کردم گفتن. خب اینجا یکی از همکارسانی شما کرامت الله با ما اسمس پیام خود رو ارسال کرده است، میگه با دیالنازا سلام، سوالی من بیشتر به شما کاری تئاتر یا کاری بلوگری پسند است و کی به شما انرژی میدهد که هنرتون رو دوام دهید گفتن، یعنی اساس الهامی شما در چی؟ اساس الهامی من مثلا اجازه دهید که کمتر درست اندیشه کرده گپ زنم برای که سوال کمک مرکب. در تئاتر کاری تئاتری خوب است، تئاتر به من پسند است، اما متاسفانه جوانهای حاضره رو به تئاتر نمیبیارن. انا برای آن همین مثلا ما در چند فیلم های تاجیکی میبینیم که مدل ها اشتراک میکنن در نقش دختر، در نقش اساسی. بعد از رئیسیارا پرسان میشوی که برای چی هنرمندای تئاتر ماندگی شما مدل انتخاب کردید؟ و وای میگویند که ویا ما برای که نامون خوب تماشا کنن ما مدل انتخاب کردیم، برای که این علاقه میشناسن هنرمندای نه. انا برای انا همین من کوشش کردم، دیدم که اینستاگرام حاضر با واسطه اینستاگرام همه بخشش برای با زبان روسی گپ زدن پاپولار نمیشد. البته که هستن که بعضی ها بی عقلانه پاپولار نمیشن در اینستاگرام، پر از این خیلی چیزها، اما وابسته از اینکه تو کی هستی و چه خیلی تو رو میشناسند. برای من راستی گپ من وقتی ویدیو رولیک بازی میکنم و در آنجا اونقدر هنری من صرف نمیشد، اما می نویسن که خوب بود و خوب اشتراک کردی، انرژی از وای طرف به من زیادتر میبیاید نسبت به تئاتر. برای آنکه در تئاتر نمایشی نو به نو نیست، بسیار نمایش‌های کودکانه تکراری هست. بعد در تئاتر هنرمندا از طرف هنرمندا کم دستگیری هست و یا جوانهای دلگرم نمیکنن برای تئاتر بیایند، نمیدونم کارشان رو دوام دهد. چی جوانی که در تئاتر هست و کار بس کرده از تئاتر رفته ایستاده است، انا برای انمی سبب جوانای حاضره هم کم دقت میتین، تئاتر کم میروند. خیلی البته هستن معلم ما پیکر بسیار مسئولیت‌های خوب میتین، من بگی دلنازه دختر جان این خیل نه این خیل هستن، اما انرژی اساسی من از همین ویدیو رولیکایی که میکنم از این طرف میگیرم. همین ما کاری اگر کنم از اون راحت کنم به من پسند است، نظر به اون کاری که من کردم مجبوری میکنم، این کار این چیز هم بر روحیه من تاثیر میرساند، هم با سلامتی من کاری که راحت نمیکنم نقص نمیبینم کردنش. انا وقتی که ما رولیک میپرتویم در اینستاگرام مردم بعضا وقت خوب قبول میکنه، هر کس گفتم که با اندازه عقل قبول میکنه و پیام های خوب مینویسن. من با زن ها مثلا همین پیام برای من بسنده است که مینویسن که یگانه دختری که من در نزد پدر و مادرم، در نزد زن و فرزندم به یگان خیل هم از جهتی حسن و جمال هم از جهتی گفتار و رفتار و لباس پوشی نترسیده ایزا کشیده تماشا میکنم رولیک هایش رو. این شمایت برای من همین چیز بسندگی است که من یک هفته دیگه نسرینای نقصت کردم. بهترین اینقدر خوشو گام میزنید، سبب چی است؟ با سوادی، دانشمندی، اینقدر درکی بلند، اندیشه‌ای بالا، سببش چی است دلنازه؟ نمیدونم سبب. خیلی مکتب رو چقدر میخوندید؟ مکتب رو من با بایی اعلا تمام کردگی در پنجکند اساسا در صنف ما عموما من همین چیز رو بسیار دقت دادم که در پنجکند اگر دخترای ما 4 گیرن، بچهای صنف ما 4 خانک هم خیلی میگفتن
من 4 میگرفتم من همسینفای من اگر من شنیده ایستاده باشن من دروغ گفتن نمیمونن که من وقتی 4 میگرفتم گریه میکردم بابا یا 4 نگیر ما میره معلمای ناله میگویم که تا 5 میمونن گریه نکن من حتی گریه میکردم برای بها نه برای بها نه من میگفتم آخه چی با 4 با میگفتم انا این سوال ندونستی هم مرا سخت میرسید یگان سوال نه همون سوال در فکر خودم من میگرفتم که در جای دیگر اگر سوال اگر با ندانسته نمانم مکتب رو بابای خیلی نقص من فکر میکنم که وقتی ما دانشگاه آمدیم البته که من سوادی خوب داشتم در مکتب انشای من معلمه زبان ادبیات من که کس همه وقت مرا تماشا میکنن مینویسن دروغ گفتن نمیمونم من باوری دارم که در کجای حالا میشنوند و کس همه وقت انشای من 5 میگرفت وقتی ما اولین بار در کورس یکم یکی از پرینسیپ های کاری قربانی صابر همین است که باید هنرمندا اکتیورا خوب نویسن سواد خوب داشته باشن فکرشون خوب بیان کرده تونن که متاسفانه من با تاسف میگم عزت نفس هیچ کس برایستنی نیستم بعضی هنرمندای ما حتی نویسه نمیتونن حرفی کلان از حرف مایده فرق کرده نمیتونن سرخط چیز نمیدونن اسم و صفت چیز نمیدونن که این باید یعنی که هنرمند تاریخ رو زبان رو خوب داند انا قربانی صابر پرینسیپی کاری خوب دارن که شاگردایی که درس میتین باید بسواد باشد باید کتابخوان باشد که ما در یک سمستری خواندن در وقت دانشجویی ما 5 کتابی بدیهی میخوندیم کسی که از 5 کتاب بدیهی کم خونده است از امتحان رانده میشود و دیگر نمیخواند که همین روشن فکری من فکر میکنم از همین سبب است زیاد کتاب خوندن زیاد کتاب خوندن چون حال وقت نیست من حال خوندن نمیتونم چی کتابی خوندم در همان وقتی دانشجویی خوندم هزار رحمت استاد قربانی صابر بعد من نمیتونم مهرامت در خودشان نشان داده که من همه وقت شکر میکنم با گفتی جمله استاد اعظم رازق که یکی از که زندگی به من شانسی کلان داد یکی از گویم که قیمتترین چیزی من این قیمتترین چی میگویند زندگی به من خندید چهره خوب نشان داد گفتن همون گپا که من شاگردی همین مردی هنر بودم استاد قربانی صابر همین کس رو گرفتم و این البته خوشبختی است خب بیاید یکی از مونولوگ ها رو از شما گوش کنیم مثلا از همون نقشایی که اجرا کرده یا من در حیات در زندگی خب یک موسیقی زیبا میگذاریم و یک جا گوش میکنیم با شنونده هایمون این مونولوگ اجازه دید اول پیش که گویم از کدام نمایش است نمایشی جوانی در تئاتر من این نقش را بازی کردم نقشی بسیار نغز دیده من است چون بسیار شبیه من است این قهرمان خیری من کوشش میکنم که بروتر گم نکرده همین مونولوگ خونم مرحبا خب دوستان عزیز شنوندگان عزیز گوش میکنیم دنیا اینقدر از صداهای به مهر و به درد عشق پر شده است آنهایی که در زبان دوستت می‌دارم عاشقت هستم گفتند احتمالاً خود را فریب و دیگری را تسلی دادند یا عشق بسانی رو هست که از آدم دور با او شوخی ها میکند و از این بازی لذت میبرد یا اینکه بالاتر از ابرهاست نه تو باید عشقی صمیمی باشی عشقی زمینی باشی در دل من باشی تو را در نگاه دیگران دیدن و در وجود خودم حس کردن میخواهم با جان جوانم جبر مکن بالم بیده بخت و اقبالم بیده ای شیرین ترین و دل افروز ترین حسیات جوانی عاشقم من عاشق بسیار من عاشق سخت شدگی
آفرین به 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 چه خوش زیبا نریخه تاثیر میرساند شو تاثیر رسانده تا در حقیقت یک در نهودی شما یک واقعا خیلی که عزیزانی شما گفتن اینجا یک انرژی مخصوص هست اوهان را بدوریدن مگنیت میگن که مثلا میکشه خودش سلامت باشید بهترین شما مالش خوب این کسب را انتخاب کردید بسیار علاقه به موفقیت ها نایل شده ایستادید لیکن فکر کردید که اکتریسه رو کی کلین میکند در همین مورد در باره زندگی آینده خب چگونه فکر رو در سر شما داور میزد راستی گپ اولین باره که آمدم من قدم‌های اولینم دانشگاه بماندم همین چیز همه خیلی فکر نبود آیسته آیسته ما خوندیم تمام کردیم بعد فهمیدم که هنرمند بودن نمیدونم مسخره بازی نیست و یک چیزی جدی است هنر چیزی جدی است هنر هم خدا دارد هنر به بسم الله سر کرده نمی شود من نمیدونم آنهایی که هنر رو به 2 سومان فروختن هنر این نیست انا بعد فهمیدم که باید این چیزا نقص داری انا بعد تئاتر کار آمدیم آیسته آیسته مردم شناختگی شدند همین چیز در فکر من بود چون سین و سال می رود آیسته آیسته کلان میشی حیاتی مستقلانه باید شوهر کنی پدر میگفتن باید شوهر کنی و خواستگارایی که خونه ما می آمدن پدری من میگفتن که دختری من اکتریس هست دیگر نمی آمدن آن خواستگارا من از این چیز زیخ نمیشم البته که در این فکر هستم که هست یگان انسانه که خیلی که من هنر رو قبول کردگی هستم و هنر رو دوست می‌دارم مرا همین خیلی فهمد هست یگان مادری که همین چیز رو قدر کند فهمد که هنر چیزی نایاب است هنر ارزان نیست البته که این فکر بسیارتر در سری من هست چون وقت و ساعتی آن است که باید من اویلادار شوم همین چیز فکری به فکری من تکلیف ها هم شده ایستاده است لیکن خودتان ترسیده ایستاده ایده البته برای که زندگی نمیدونم تلفن نیست زندگی ماشین نیست که من علیش کنم معقول نشود برام علیش کنم من میخواهم کسی که گیرم تا آخری عمر با وای مانم یاری اول و آخر باشد بسیار نمیخواهم که آدمی زندگی ما انتخاب کنم و زندگی کنم بعد از آن جدا شوم که این در تاجیکستان حاضر بسیار است پرابلمی اساسی اویله یاش 20 ساله زن مرد 24 ساله علاقه جدا شدن فرزند دارن که این دهشت است برای من دهشت است بگذار دیر باشد اما درست باشد من این را انتخاب میکنم میگوید که خودتان مرا میزنی؟ و میگه ها میزنم تو رو میزنی؟ ها با گول بعدا در حقیقت میزنه بله وعده های کم بخشش شما مرد هستید کم مردایی هستند که با وعده خود میستند من اگرچنده این منمنی نیست گرچنده شوهر نکردم یگان بار توی نکردم اما از زندگی بسیار نزدیکان از همون زندگی که و یا ساختند و حالا ساخته ایستادن من تجربه میگیرم دیده ایستادم که در اول چخیلن بعد چخیلن اول رولی که ما کردیم بسیارتر زندگی معمولی است که بسیار دیده ایستادم باز اکتریسه هستید مثلا هنرمند هستید این گونه نقش رو زیادی اجرا میکنید مخصوصا اون نفرانی که زنهایی که زیر فشار زیر اینقدر تهمت گرفتارن بله خب اینجا شنونده ها درباره همین گونه چیزی که گفته در ادامه همین گونه ادامه دهیم بسیار خوبتر میشود رمضان آیا شوهر کرده است کی شوهر میکند در اینستاگرام شو مخصوصا اینقدر میش و گپ و کاوچه های زیاد مخصوصا همین گونه عکس ها ویدیو ها زیاد شده ایستاده است مخصوصا گویا که شما شوهر کردید گویا که شوهر نکردید یا اکنون میکنید گویا که فوت شدید همین گونه شو بیت به همین واو خاتمه بخشیم
اون چیزی که در اینستاگرام دیده میشود مقصد شما نقش اجرا میکنید و یا که میگذارید و همین خیلی رولیک است. با اجازت شما من البته که اگر شوهر کردم و توی کردم من حتما اما ابونچیانی اینستاگرامی خود رو خبردار میکنم، اما من با خودم هم پیام زیاد است. با یک کلمه گفته میتوانم که این مسئله های شخصی است، بگذار شخصی ماند. من جوابی انیق داده نمیتوانم. یعنی که شما حاضر با کسی نامزد نیستید؟ بگذارین شخصی باشد. نه این معنی رو دارد که پس نامزد هستید، نامزد خودتون رو دارید. مثلا ممکن یکون کس آرزو کرده ایستاده است، نیت کرده ایستاده است، ممکن گفتی خودتون بچه خوب است. همون بچه های خوب در راهی سنجش هستند که آیا میگذرن از امتحانی من یا نه. بچه ها پس آماده باشید، دلنازه امتحانی سخت دارد در حقیقت هم. خب دلنازه با شما وقتی بلند میخواهیم، شما ارزنده خوشبخت شدن ها هستید. من نمیخواهم که شوهریان شما با کسبی شما زید برایت و شما رو گریاند. اگر اشک از چشمتون میریزه بگذار اشک شادی باشد، برای خرسندی ها باشد، در روزی خوشبختی ها باشد. پدرتون رو یاد کردید؟ چند وقت شد که با اون کس نیستید؟ چند وقت شد؟ ماهی مرد بود. مرد؟ خیلی انسان بودن خاطره ها با پدر زیاد نفران پرسیدند. خاطره ها با پدر من وقتی بسیاری خودم رو با پدرم میگذراندم، خیلی که همه دختران بسیارتر با مادرهایشان دوگانه هستند، بسیارتر با اونها درد و دل میکنم. من بسیارتر با پدری خودم بودم و یک کس من بسیارتر میفهمیدن، خوبتر میفهمیدن. همه خاطرهای خوبه با پدرم داشتم. برای من پدرم همه چیزی من بودن، قهرمانی زندگی من بودن. مثلا کدام سخنهایشان در خاطرتان باقی مانده است؟ همه وقت از پیشانی من موچک میکردن، میگفتن همه کار کن در زندگی، پول در کار شود، من با گبزم خیلی لباس خواهی پوش. من نمیگم عاشقی نکن، عاشقی کن، نکی بچه های از خودت دورتر نگاه دار، نکی هم سری من خم نکن، کاری کن سری من خم نشود. میخواستید که شما رو با همه لباس سبسفید عروسی ببینند و دعای نیکی پدرانه دهند. بله، همین زمستانی ما همراهی دوگانه بسیار نزدیکم سعادت به پنجکین رفتیم، برای که پنجکین پدرم در اونجا بودن. بعد زمین های همون سیمندوی حولی ما از خنوکی زیاد بیزیب میشوند که سیمندو. من گفتم دادا این سیمندوی نو کنید، هم یکون مهمان میبیاد خونه ما با پنجکین، و بعد این سیمندوی حولی بیزیب شدگی و پدری من کسال بودن، پوچهاشون با اصا راه میگشتن. چه خیلی دایدی من مونده که و کس خیلی خوش شکره گفتن این سیمندوی وقتی تابستان با نو میکنیم و توی تو نو میکنیم، من میدونم که تو گپی من نمیگیری، این تابستان توی میکنی، که همه آرماناشون بردن. لیکن موفقیت های شما رو هم دیدن نه؟ بله. با تئاتر وارد شدن تو من هر باره که رولی که نو میکردم وای کس چه خرسان میشدن. همه اولودا با زنگ زدن میگفتن که رولی که دلنازه برو ما در آمده تماشا کنید. اما پدرم نمیدونم چی با وقتی که من زنی بده اجرا میکردم نقص نمیدیدم، میگفتن نکنم خیلی نقشای بازی، میگفتم دادا جا هیچ کم نه این نقش، نه نکن دلنازی من دختری خیلی نیست، نکن بازی. بخشش روحشان شاد بود، روحشان شاد بود. و من احسان میخونم به همون پدر، به همون مادری که دلنازه عزیزی ما برین
فرزندی رو به کمال رسانیدن. دوستان عزیز شنوندگان گرامی قدر صحبتی گرم و صمیمانه ما با هنرمندی تئاتر و سینما دلنوزه رحیمی است. خب دلنوزه بار دیگر شما رو خوش آمدید میگیم. برنامه ما ادامه دارد. خب چند تزیس ها برای شما تقدیم می‌گردد که تو موجز جواب میدید. کتابخانه‌چی یا تاجر کی رو انتخاب می‌کردید برای آینده برای همسر؟ کتابخانه‌چی یا تاجر؟ یعنی سوداگر بیزنسمن. خب تاجر برای چی؟ چون اگر من کتاب نمیخوام تاجر نمیشدم. شما پول را دوست ندارید؟ نه من اکو پول پرست نیستم اما وقتی تاجر زندگیش خوبتر است. من فکر میکنم من نمیگویم که کتابخانه‌چی زندگی بد دارد. ممکن کتابخانه‌چی شما رو بیشتر خوبتر فهمد. ممکن همین سوال شما هم به همین خیلی جواب دادنی بودم که کدامش که عقلی کامل دارد برای من مهم نیست و کیست. اویلا یا کسب کدامش رو انتخاب میکردید اگر زمان همین خیلی شرط گذارن؟ اویلا یا کسب؟ این شرط رو کی گذارد؟ همسرتون. اگر همسرم میارزیدگی باشد البته اویلا. بهترین برای زن خوشبختی. با شما هم فکر قرین عزیز دوستتون یا که خواهر یا برادرتون؟ بخشش یک بار دیگر. با شما هم فکر همراز قرینتر یعنی نزدیکتر دوستتون یا که برادر یا خواهرتون؟ دوستی من سعادت سفروا. همه سیرتون رو میدونن. من اون مسیر ندارم. همین سیر داشتن هم خیلی چیزای ناز نمیبینم. هم فکر مو همه وقت یاردم میکند و من با سعادت. قهری شده جنگ کرده تا دوتون نگم یک چند روز گپ نزدید مثلا همین خیلی حالات بود؟ نه ما جنگ میکنیم 5 لحظه پس 1 2 3 4 5 باشتی. خفه شدی؟ خفه باشم خفه شدم. خفه شدن گیر. همه خیلی. اینستاگرام یا کتاب؟ کتاب. به اینستاگرام حیات نیستو؟ به اینستاگرام چی به حیات هست؟ من مثلا مشاور کنم اگر وای گوید اینستاگرام ندارم من میتونم یک کتاب خوب بگیرم خونم سرم دردش میموند. این خوب تر. سهرخیز هستید؟ بله برای که کاری تئاتر ساعتی 10 هست من ساعتی بعضا وقت 6 بعضا وقت 7 میخیزم. همه روز چند ساعتی وقتی خود رو مثلا چقدر وقتی خود رو در پیش آینه برای آرایش خودتان جدا میکنید؟ عمومی حساب کنیم عمومی حساب کنیم اگر من بسیار نمیکنم مکیاژ اگر همین ثبت یگان چی نباشد کلیپ نباشد یا اینکه نمیدونم توی نباشد من در رولیکای خود اگر اهمیت داده باشد بسیار نمیکنم چون من مشکلی دارم پس از مرگ پدرم روحای من مشکلی پیدا کردگی بودن حالا نقص شدگی انا برای انامین مونده ممکن نیست خیلی به زبان عامه فهم گویم تنلی و خیلی چیزا استفاده کردن ممکن نیست برای همین من کوشش میکنم که کمی هم باشد جمع و گرد برایم چون میشناسن در کوچه از روی آدم نیست وقتی تو خودت به نگاه نکرده می برای بگیم 10 دقیقه 15 دقیقه. تئاتر یا کلیپ؟ تئاتر. کلیپ پلاش بسیار کو مواد غذایی عقلی من از تئاتر میگیرم کو اگر من مهارتی خوب نداشته باشم من کلیپ دعوت نمیکنم کو. ممکن برای چهرهتون دعوت میکنن؟ برای چهره هم دعوت کنن هستن دخترای خوشرویی که چهره خوب دارن اما در دل مردم نشیدن کو. وای بلوچه. خب کدوم خوراک رو بیشتر دوست می‌دارید؟ با اشتها می‌خورید توی فقط همین خوراک باشد. ازی خی من میگم شما هم رنگ همه خنده تا میاد شوربا. نه چرا خنده نمیاد؟ من شوربا با اشتها میخورم اوقاتای سبکم نغز میبینم. خودتون پخته میتونه؟ نان پخته میتونه؟ البته نان در چی تنور نه من دستی خوب دارم برای نانپزی در چی
با زبان روسی میگن دخوفکا تفتون در تفتون بمالول میپذیره البته یعنی سفرتون گرسنه نمیمونه نه یک نوع پخته میتیمشه بس همین میخوری بس بهترین خب اینجا SMS پیام ها خب از فدراسیون روسیه بنویسم من عزیم هستم دلنازا رو میشناسم از اینستاگرام پیوسته پیگیرش هستم برایش برار موفقیت با تو خوشبختی ها میخواهم دلنازا خب توی نزدیک است گفتن نه هم بفکرم همه توی شما رو بپرسد این به معنای مثال خوشبختی شما رو خواستن یا که دیگه چی باشد مقصدشون نمیدونم اون ارمان که شده هم میخوام هم پیگیرت نشان که کی خبری این چه زندگی میکنه نصیب در نیت هست که باید توی کنم خب دیگر شما در عزیز مهربانمان شاهرخ نوشتن السلام علیکم اپای دینازار و مهارتش رو احترام میکنم بعد اینقدر آرایش ها فکر میکند که او زیباست به آرایش هم او زیباتر هست گفتن زیاد مخصوصا در اینستاگرام ممکن همیشه ممکن در فوتوسسیا ها من برای چی بسیار همین آوازه ها گفتی خودتان میش در اینستاگرام اولو پخش است ویدیوهایی که من در میرم دو پست میمونم در چند گروپ هایی میپرتویند و مینویسند که مکیاژ خیل و خیل میخوام همین چیزا جنبش کنم که وقتی من توی دوکانم رفتم پس از مرگ پدرم بود که من استرسی سخت داشتم و از حساب اوای عصبا الرژی پیدا شدگی بود در روحم بعد ما رفتیم و پیش اپای مهر مجیدی و یک از گفتن دو پست کنم یا نه من گفتم من از چهره خودم تماما شرم نمی کنم اینها گذرانده است چیزی که در رویهای من هوای وقت برآمدگی بود حالا این کم ترش هست اینها گذراندند و می گذراند من میدونم که خیلی کمک اجازت دید که فخر کنم من به زیبایی خودم باوری دارم شخصانی که در پهلوی من هستن عزیزای من علاقه میدونن که من چه خیل هستم زیبا هستم اون من فکری مردم برای من مهم نیست و یا میگویند به کاسمتیکا این خیل است اون خیل است شخصانی زرشناس علاقه میدونن که دلنازا نظر به مکیاژ طبیعی زیبا است که این مخلصی من هم همین خیل بودن تشکر زیاد دیگر شما از مهربانمان دلچه گذاشتن مقصد گفتن که چرا خواستگارها رو رد کرده ایستاده است دلنازا رو خریدارانش زیاد کو میخواستگی آدم ها هست کو گفتن رد کردید بله همین طور شده بود از من گفتم که اگر من کسی را در زندگی انتخاب میکنم حتما باید آدمی من باشد من نمیخواهم به خاطر که مردم گویند که تیز شوهر کن توی هیچ کس نمیگیرد دیگه تمام به خاطر گپی مردم با گفتی خودی مردم برای گالشکا شوهر کنم و بعد یک اون بدبخت مانم من برای خودم زندگی میکنم من کوشش میکنم که آدمی خودم در زندگی یابم و شوهر برایم انا برای انا همین من نمیگویم که نه باید من به ایدئال نی باشد باید اخی باشد آدمی من باشد میفهمیدگی باشد خداوند خیر هر کس به خودش توفیق و انصاف میتید انا برای انا همین تا حال چنی انا همین چیزی که من میخواهم نیافته ایستادم دل جغ نکرده هستن البته هستن بچهای خوب هستن بسیار پیشنهادهای نقض میکنن حتی که تو زنی آینده ای ما شوی این خیل میکنیم و برای تو این خیل برای من خوشبختی انوای یک بردن نانی قاقا خوردن و خندیدن است برای من انوای خوشبختی است نظر به آنه که در قصر زندگی کنم و همه وقت آبی دیده داشته باشم برای من این خوشبختی است که آبی دیده از خرسندی آبی دیدم ریزد بهترین از بخور و سلام برایت برار میخوام خواهر جانی عزیزم بسیار ما رو گریونده گفتن خب سلامت باشید زلخمار و اینجا عزیزم ماه شاه روخ فردوس نجمی دین اقبال شاه مهین بانو سیتاره نظرова میجگانا تاکسی 401 و اینجا 1 4 5 8 9 میخوام با همین نگاه فرهاد شیرین من یک تویم عزیزی من
خب اینجا одинокий تشکری زیاد و اینجا بسیار SMS ها وارد شده است و طریق اینستاگرام نیز SMS های زیاد وارد شده بود من تا حد دال امکان با دلنوزه رسانیدم دلنوزه برایتان برار موفقیت خوشبختی های زیاد را تمنا میکنم بهترین انسان هستید توسط شما را ترک نزدید وقت غنیمت است اینجا و انجام میرسونیم تا برنامه های دیگر شد و پیروز بمانید